ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. درود به شما. وقتی اخیر در شبکه‌های اینترنتی میبینیم بعضا بلوگرها یا راویان یا کسی دیگر با اشتباه یعنی خطاگی‌های بزرگ راه میدین. روزهای نزدیک برآمد این و آن و چیستانگویی و دیگر ما نمیتونیم بالای اونها فشار بیاریم. ما برعکس اونها رو میتوانیم که تربیت کنیم. بلوگرها یا راویان یا هر صورتی که هستتون یک چیز فراموش نکنید. شما ما نمیگویم که شما خطا هستید، شما درست هستید، اما وقتی که هر چی رو میگیرید، من باور دارم اینها از روی تلویزیون های مثلا TNT، موس TV اینها تماشا میکنند، اینترویو و معلومات های اونها این گونه است. وقتی که یک چیز رو به خود میگیرید، یعنی که برای در تاجیکستان کردن، شما فراموش نکنید با مدنیت ما درست میآید یا نه، اما او رو گرفته همین طور کنید که به نفس کسی نرسد. کوشش کنید که به نفس کسی نرسد. یعنی شما این گونه ای که کردن، برنامه شما در روسیه، در خارجه، دیگر کشورها می شود، اما در تاجیکستان قریب 90 چند فیصد همه مسلمان هستند. باید کوشش کنیم که در نفس کسی نرسیم. ما حق نداریم که شما رو دشنام کنیم و دیگر نه، برعکس شما خیلی خطا کردید. اگر که اقرار شده باشید، مرحمت، ما پهلوی شما هستیم، ما شما را دستگیر میکنیم. یعنی که هر چی رو که از بیرون میگیرید، چی پرانک ها هست، چی بسیار هستن در اینترنت، چی طرز سخنگویی است، یک بار با مدنیت تاجیکستان ببینید که با مدنیت مردم ما درست می آید یا نه. بیشتر چیزی هست که مدنیت و مردم کلا دیگر است. برنامه خوب است، این سخن خوب است، اما مردم ما حالا آماده نیست برای این چیز. و شاید بعضا چیزهایی که هست که انتظار هم نمیشویم بیاید، ما در کارش نداریم. هر چی رو میگیرید خوب فکر کنید تو در نفس کسی نرسد. روز پیامبرمان در خانه بودن، صدای بلند شد در اطراف مساجد. وقتی که از خانه بیرون شدند، دیدند که در اونجا مردم جمع یک مرد را دشنام و هر کس هر چی میخواد میگه. میگن که چی گپ است آخر، چی احوال است؟ میگن همین مرد در همین پهلوی مساجد پیشاب کرد، یا خیلی دقیق‌تر فهمونیم میزید. این رو این کردن، در همه فشار میگن نه یک لحظه، آنگونه معامله با او میکنن، او رو گرفته مثلا همونجا توزه میکنن، او رو میگیرن و میگن این وای نکنید. یعنی یک معامله خوبی میکنن، وقتی میگوسلونن اینها در حیرت میمونن. بعد میگم ما کوشش کنیم که اینها رو به خود جلب کنیم، یعنی که در طرف خود جلب کنیم، نه اینکه اینها رو از خود دور کنیم. و همون مردی که پیشاب کرده بود یکی از صحابه های بهترین شده بود، بگه یکی از مردی بزرگ شد. با این خاطر در هر صورت ما کوشش کنیم که هر کس که خطا کرد، بیا جورا، بیا دوستم، بیا فلانی، او رو به خود کشیم، فهمونیم. نه این که تو یک این هستی، تو وی هستی دیگر. یعنی همین طور خواستم که یک برنامه مختصر برای شما فهمونم. اگر رفت و خطاگی باشد یا نافهمایی باشد، از شما بخشش میپرسن، چون هر کس به چینک عقلش حرف میزند و هر کس به چینک عقلش میفهمد. خود را احتیاط کنید، بلوگرها، برنده ها و دیگر. اگر هر چی باشد، ما نمیگیم که علم کافی یا که ما شما را طعنه و دیگر چیز نداریم که به اون خاطر که میگیم که ما خودمان میدونیم. یعنی هر چی که هست میتوانید مراجعت کنید. ما هر چی که میدونیم میتونیم به شما کمک کنیم، یا که با هر کسی که شما اعتقاد دارید بگویید که من همین کار رو کردنیم یا همین چیز، چی فکر دارید؟ یک بار پرسید. وقتی که در دیگر اینستاگرام و دیگر چی ها میبینیم مردم خارجی میکنن زور هوس، اما میبینیم که با مردم ما درست نمیآید. سخن بسیار چیزی نازک است، فراموش نکنید. و آبرو نیز، آبروتان که ریخت
با پول و دیگر چیزها آبرو رو خریده نمیتوانید. آیا نمیبینیم هزارها میلیون ها مردم هستند، پول و مول و همه چی دارن، آبرو ندارن. هست نفرانی که چیزی ندارد، آبرو دارد، احترامش میکنیم. خداحافظ.